سلام، طاهری سفر هستم با اخبار امروز سه‌شنبه 7 مارس همراه شما. در ابتدا به سرخط خبرها توجه فرمایید. ӯзбекистон барои мардуми офатзадаи тоҷикистон 60 тонна кӯмаки башарӣ фиристод. сафири Тошканд гуфт тарафдори тақвияти ҳамкорӣ ва равуои бештар миёни сокинони ду кишвар аст. 8.5 миллион аҳолии тоҷикистон метавонанд виза бигиранд. мо ҷонибдори рушди туризм ҳастем. доналд Трамп раиси ҷумҳури амрико фармони бознигаришуда дар бораи манъи вуруди шаҳрвандони баъзе аз кишварҳои мусулмоннишин ба амрикоро имзо кард. ироқро аз ин рӯйхат берун карданд. фармоне ки имрӯз аз сӯи президенти кишвар имзо шуд чораи ҳаётан муҳим аст. ин амр миллатамонро аз террористони хориҷӣ муҳофизат намуда амнияти миллиро таҳким мебахшад. тоҷикистон фурӯши сим-картҳои телефонҳои ҳамроҳро зери назорат гирифт, вале сабти дубораи сим-картҳо ба мушкилӣ пеш меравад. тафсили хабарҳо. ҳукумати ӯзбекистон рӯзи 7 март ба тоҷикистон 10 тонна кӯмакҳои башардӯстона фиристод, ки ба гуфтаи мақомот барои мардуми осебдида дар фалокатҳои табиӣ сарф мешавад. мақомоти кишвари ҳамсоя дар маросими қабули корвони мошини кӯмакҳои башарӣ гуфтанд сай мекунанд дар вақти дармондагиву фалокат тоҷикистон ӯзбекистон дасти ҳамдигарро бигиранд. фарзон муҳаммадӣ ба гузаргоҳи марзии дӯстӣ ба шаҳри турсунзода рафт. کاروان کمک‌های بشردوستانه ازبکستان از طریق گذرگاه دوستی در مرز ترسونزاده با دهنو وارد تاجیکستان شد. کشور همسایه 4 ماشین حامل بیش از 60 تن خوراکواری، مصالح ساختمانی و سوزشواری را برای ساکنان از آفت‌های طبیعی ضررده تاجیکستان فرستاده است. در مراسم قبولی کاروان شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه و رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان رستم نظرزاده با دیگر مقامات بلندپایه حضور داشتند. مطبوعات دولتی ازبکستان گفت که کمک‌ها با دستور رئیس جمهور شوکت میرزیویف برای مردم احتیاجمند تاجیکستان فرستاده می‌شوند. В соответствии с распоряжением правительства по поручению президента, нашего президента Мирзиёева Шавкат Миромоновича, با سپارش حکومت و شخصا پرزیدنت میرزیویف ما 70 تن کمک بشردوستانه حامل غذا، لباس، مواد ساختمانی و سوزشواری آوردیم. این مقدار کمک را ما با 4 ماشینی کلان حجمی باربر آوردیم. ما همیشه غم شریک شما هستیم. با گفته رئیس جمهوری ما مردم تاجیک و ازبک یک خلقی هستند که به زبانهای مختلف حرف میزنند. من بعد نیز با همتایان تاجیک خود برای حفظ مردم همدیگر در حالتهای فوق‌العاده تلاش میکنیم. Для того, чтобы оказать помощь братскому народу, таджикскому народу, мы всегда чувствуем свою сопричастность. در پی برفباری‌های شدید و ریزش ترمه در مناطق گوناگون کشور که تلفن جانی هم در پی داشت، تاجیکستان از جامعه جهانی خواست برای رفع عاقبت‌های طبیعی به کشور کمک کند. ارسال کمک‌های بشری به تاجیکستان را یک علامت دیگری از بهتر شدن رابطه‌های ازبکستان و تاجیکستان می‌دانند. دو کشور در عهد اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان رابطه‌های پیچیده‌ای داشتند. و بعد مراسم قبول کمک‌ها همکار ما اسکندر فیروز با شاه قاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در دوشنبه صحبت کرد و اول درباره امکان ساده کردن نظام روادید میان دو کشور پرسید. با عنوان سفیر قول می‌دهم که برای ویزاگیری شهروندان تاجیکستان در سفارت ما هیچ مانع وجود ندارد. بعضی افراد سر و صدا پهن میکنند که گرفتن ویزا در سفارت ازبکستان بغایت دشوار یا اصلا غیر امکان است. نباید با چنین حرفها باور کرد. من کفالت میدهم که در طول یک هفته هر یک شهروند تاجیکستان میتواند ویزا را بگیرد. البته بجز از افرادی که برای نقض قانونگذاری، قاچاق مواد مخدر یا اشتراک در جنگ‌های مسلحانه بر روی خط سیاه شامل شدند. در مورد ساکنان منطقه‌های نزد مرزی ما شرایط آمد و رفت را ساده تر می‌کنیم. حالا مقامات هر دو کشور سندی را بررسی می‌کنند که مقررات راه‌اندازی نظام ویزا یا روادید میان دو کشور از سال 2000 را تجدید نظر می‌کند.
حالا بررسی این موضوع میان کارشناسان دو کشور ادامه دارد و ما امید داریم که من بعد ساکنان منطقه‌های نزد مرزی می توانند بدون ویزا به قلمرو کشورهای یکدیگر سفر کرده با خویشاوندان و دوستانشان ملاقات داشته باشند. در عموم با نظرداشت وضع منطقه و خطرات جهانی صحبت درباره ساده کردن خود نظام عمومی روادید هنوز بر وقت است. مصاحبه کامل با سفیر ازبکستان در تاجیکستان و گزارش‌های دیگر در این باره را می‌توانید در وبسایت azadi.org تماشا کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اصلاح شده‌اش در باره مهاجرت را امضا کرد که از فرمان اصلی و جنجال برانگیزش فرق می‌کند. فرمان روز 6 مارس امضا شد و ورود شهروندان 6 کشور اکثراً مسلمان نشین به آمریکا را موقتاً منع می‌کند. عراق دیگر در این رویخط نیست و آنها هم که حق اقامت آمریکا را دارند از رویخط بحث برانگیز بیرون شدند. خیرامان بقازاده میگوید این دفعه فرمان اصلاح شده را نه خود رئیس جمهور بلکه سه مقام بلندپایه آمریکا شرح دادند. روز دوشنبه 6 مارس پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ شکل اصلاح شده فرمان منع ورود شهروندان 6 کشور اکثرا مسلمان نشین را امضا کرد. بر پایه این فرمان که از 16 مارس به حکم اجرا می درآید، شهروندان ایران، لیبی، سوریه، سومالی، سودان و یمن به مهلت 90 روز از حق ورود به ایالات متحده آمریکا محروم می شوند. دادستان کلی ایالات متحده آمریکا جف سیشنز، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون و جان کیلی وزیر امنیت داخلی آمریکا فرمان را شرح دادند. از جمله تیلرسون چنین گفت: فرمانی که امروز از سوی پرزیدنت کشور امضا شد چاره حیاتاً مهم است. این امر ملتمان را از تروریستان خارجی محافظت نموده امنیت ملی را تحکیم می‌بخشد. سپس دادستان کل و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا ضرورت موجودیت چنین فرمان را که هدف از آن حمایه مردم آمریکا از تروریستان است توضیح دادند. در تهیه طرح اولیه فرمان که اجرای آن متوقف شده است، شهروندان عراق نیز شامل این روی خط بودند. فرمان به 60,000 نفر مربوط است که عریضه روادید سفر به ایالات متحده آمریکا را پیشکش کردند. افرادی که قبلا روادید سفر به آمریکا گرفتند هنوز هم امکان دارند که به این کشور وارد شوند. 27 ژانویه وقتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این فرمان را در شکل ابتداییش امضا کرد، توضیح داده بود که می‌خواهد به این وسیله امنیت کشور را بهبود بخشیده تروریستان را از خاک آمریکا دور کند، ولی در نتیجه وضعی بی‌سر و سامان به وجود آمد، زیرا در فرودگاه‌ها مقامات امنیتی ایالات متحده آمریکا افرادی را بازداشت و اخراج نمودند که روادید سفر به آمریکا داشتند. این وضعیت یکی از متفقان ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های بزرگ آمریکایی را نگران کرد. 3 فوریه یک دادرس آمریکایی با حکم خود فرمان را متوقف نمود. و در واقع یکی از سبب‌های از روی خط بیرون کردن عراق این بوده است که مقامات بلندپایه آمریکا گفتند نیروهای زیادی آمریکایی در عراق هستند و با نیروهای عراقی به ضد گروه دولت اسلامی از جمله در شهر موصول می‌جنگند و نیروهای امنیتی عراق در ادامه عملیات در همین شهر چند بنای مهم حکومتی را از دست جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی گرفتند. مقامات عراقی روز 7 مارس گفتند ده‌ها جنگجوی داعش را کشتند و چند محله مهم را هم اشغال کردند. موصول سال 2014 به دست گروه به نام دولت اسلامی افتاد. گزارش همکاران ما در این باره تقدیم می شود. نیروهای امنیتی عراق دفتر نمایندگی بانک مرکزی در موصل و یک قرارگاه جنگیان گروه دولت اسلامی را که از جانب آنها همچون دادگاه عدلیه استفاده میشد زیر نظارت خود درآوردند. این دادگاه با حکم‌های سنگین و بی‌رحمانه‌اش از جمله سنگ‌اندازی از بالای بام پرتافتن و یا بریدن دست محکوم شده معروف بود. نمایندگی بانک در موصل هنوز سال 2014 از جانب جنگیان این گروه غارت شده بود. سخنگوی ارتش عراق پالکونیک عبدالامیر المحمد دوی روز 7 مارس گفت که این دو ساختمان در خیابانی مربوط به اداره‌های دولتی جایگیر بود و شب 6 به 7 مارس در یک عملیات نیروهای ویژه عراقی به دست نیروهای حکومتی گذشت. این رید تخمیناً 1 ساعت ادامه کرد. در جریان عملیات تخمیناً 10 جنگی گروه دولت اسلامی کشته شد. به اطلاع محمد دوی آثارخانه مرکزی موصل که محل عکس و فیلمسازی جنگیان بود و اشیاءهای قدیمه‌اش هدف غارت آنها قرار گرفت، دوباره به دست نیروهای دولتی گذشت.
چنین پیشرفت در عملیات به نیروهای دولتی عراق امکان می‌دهد که ریدهای ضد جنگیان را در قسمت قدیمی شهر هم پیش برند. شهر قدیمی عراق در کرانه‌های غربی رودخانه تکرید جایگیر است. غربی موصل که عملیات امنیتی آنجا هنوز ماه گذشته شروع شده بود، محلی زیستی تخمیناً 750,000 نفر است. نظامیان عراقی گفتند که نیروهای آنها حالا قسمت غربی پل دوم بالای تکرید را نظارت می‌کنند. در پی عملیات هوایی نیروهای آمریکایی در موصل سال گذشته 5 پل بالای دریا نابود شد و جنگیان را در انزوا قرار داد. نیروهای عراقی که از جانب ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می‌شوند، قسمت شرقی شهر را بعد 100 روز عملیات هنوز ماه ینور به دست آورده بودند. برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان ثبت دوباره سیم کارت های تلفن های همراه ادامه دارد و روزانه هزاران نفر در مرکزهای خدمت رسانی شرکت های موبیلی در سراسر کشور جمع می‌آیند تا رقمشون را به نام خود ثبت کنند. هزاران نفر دیگر هم هست که با شناسنامه کسی دیگر رقم تلفن گرفتند و اکنون نمی‌دانند چیکار کنند. عبدالله اشورف این مسئله را در دوشنبه تحقیق کرد. در تاجیکستان فروش سیم کارت های تلفن های موبیل در بسیاری از مرکزهای دیلری خصوصی قطع شده است. گشت و گذار ما در بسیاری از مرکزهای دیلری در شهر دوشنبه ثابت کرد که این مرکزها دیگر با فروش سیم کارت مشغول نیستند. قطع فروش سیم کارت ها در مرکزهای دیلری خصوصی با سپارش مقامات صورت میگیرد. در برخی از این مرکزها گویا مقامات نقض قانون در فروش سیم کارت ها را آشکار کردند و برخی دیگر دستور دادند که از فروش سیم کارت ها دست کشند. حالا سیم کارت های شرکت های موبیلی را تنها در اداره های رسمی 4 شرکت موبیلی از جمله واویلان، تیسل، میگافون و بیلاین دسترس کردن ممکن است. قطع فروش سیم کارت های شرکت های موبیلی طریق مرکزهای دیلری خصوصی در تاجیکستان ظاهرا به خاطر امنیت صورت میگیرد، چون که مقامات از فروش سیم کارت ها به شهروندان خارجی خصوصا شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان نگران بودند. از این رو در تاجیکستان حالا معرکه گسترده از نو ثبت نام کردن سیم کارت ها در شرکت های موبیلی جریان دارد. حالا در همه اداره های 4 شرکت موبیلی تاجیکستان نوبت‌پایی مشتریان به نظر می رسد که آنها سیم کارت های خود را از نو ثبت نام می کنند. در این زمینه در نظر است فروش سیم کارت های شرکت های موبیلی در آینده نزدیک طریق تنها 1 و یا 2 شرکت راه اندازی کرده شود. سال گذشته شرکت های موبیلی تاجیکستان در این زمینه از خدمات علاقه تاجیکستان یک نامه خاصه دریافت کرده بودند که در آن گفته میشد فروش سیم کارت های شرکت های موبیلی به شهروندان خارجی تنها توسط 1 شرکت، آن هم با نام او موبایل باید صورت بگیرد. اما هنوز فروش سیم کارت ها به شهروندان خود داخل تاجیکستان طریق شرکت های خرد دیلری که به شخصان صاحبکاران گوناگون دخل داشت صورت می گرفت، اما حالا فعالیت اکثر آنها برای فروش سیم کارت ها قطع شده است و قرار است در آینده نزدیک فروش سیم کارت ها نیز تنها توسط 1 شرکت راه اندازی کرده شود. عبدالله اشورف، شادمان یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه. در یکی از روستاهای هند مکتب فعالیت میکند که آنجا نه کودکان و نوجوانان بلکه فقط بیبی ها تحصیل میکنند. هدف از جلب کلانسالان به تحصیل بالا بردن سطح سوادی زنان در هند است. میلیون ها نفر در این کشور هنوز هم خوانده و نوشته نمیتوانند. گزارش نوبتی برنامه در همین باره است. اینجا مکتب میانه عادی نیست. در مکتب عجیبایچی شال خواندن و نوشتن را به زنان یاد میدهند که سنشان از 60 گذشته است. مکتب را در روستای فنگان در 120 کیلومتری شرق بامبای باز کردند. شاگردان که پیراهن گلابی لباس مکتبشان هست هر روز به درس می آیند. باید در یک هفته 6 روز و 2 ساعتی درس خوانند. درس ها پس از نصف روز شروع می شوند، چون که زنها از صبح تا نصف روز به کار خانه و صحرا مشغول می شوند. بسیار از شاگردان می گویند که تحصیل آنها را روح بلند کرده است. ما خواندن و نوشتن و امضا گذاشتن را یاد گرفتیم. هنوز هم خوب یاد نگرفته باشیم هم، ولی از درس ها بسیار خوشمان می آید. در درس ها ابزار تعلیمی را به کار میبرند که خود شاگردان ساختند. به مثل تخته ها برای الفبا، معلمان جوان با شاگردان با احترام رفتار میکنند.
бачаҳоро сарзаниш кардан мумкин аст, бо бибиҳо чунин рафтор кардан дуруст нест. инҷо таҳаммул ва муҳаббати самимӣ лозим аст. баъзе аз занон хуб намешунаванд ё намебинанд. барои ҳамин бояд дарсро чанд дафъа ва бо садои баланд фаҳмонем. дар ҳинд сатҳи саводи аҳолӣ дар муқоиса ба соли 2011 74% боло рафтааст, вале теъдоди занони босавод дар муқоиса бо мардон кам аст. 82% мардон хондану навиштан метавонанд, вале теъдоди занони босавод ба 65% мерасад. яке аз сабабҳои аслии бесавод мондани занон дар ҳиндро никоҳҳои бармаҳал медонанд. ва гузориш комил дар ин бора дар вебсайти озодӣ.орг ҳаст. барномаи мо ба поён расид. худо нигаҳбон.